لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. سفر حج. تهیه و تقدیم محمد انصاری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. شنوندگان عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه سفر حج در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه همگام با حجاج بیت الله الحرام در این روزهای مبارک حج با شما همراه خواهیم بود تا درس‌های مهم اخلاقی، عقیدتی و ایمانی که در این عبادت بزرگ الهی نهفته هست را بازگو کنیم. از بزرگترین درس‌هایی که بنده مسلمان از حجش به بیت الله می‌آموزد این است که الزاماً و به طور وجوب باید تمامی عبادت‌ها را صرفاً برای پروردگار یکتا خالص گرداند. پس بنده مسلمان از همان اولین لحظاتی که حجش را آغاز می کند با اعلان توحید و ترک شرک شروع می کند و می فرماید لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک. حاضرم پروردگارا، به خدمت حاضرم شریک نداری، به خدمت حاضرم به درستی که هر گونه ثنا و نعمتی از آن توست و پادشاهی نیز از آن توست، شریک نداری. و آن را با صدای بلند تکرار می کند و در عین حال در اعماق قلبش این احساس را زنده و بیدار می کند که بر اساس تلبیه‌ای که دارد آن را تکرار می نماید واجب است که تمامی انواع عبادات را صرفاً برای الله یکتا خالص گرداند و از شرک بپرهیزد، زیرا الله یکتا در همه صفات کمالش یگانه است که هیچ همتایی ندارد. پس جز الله هیچ کسی را در دعا نباید خواند و جز بر الله نباید توکل کرد و جز الله از هیچ کسی نباید کمک جست و هیچ گونه عبادتی را جز برای الله نباید انجام داد. بنده مؤمن همچنان که در حج مکلف است الله را به یکتایی بپرستد، در تمامی عبادتها و پرستشها باید چنین باشد. پس کسی که ذره‌ای از عبادت را برای غیر الله انجام دهد به الله بزرگ شریک آورده است و به خسارت آشکاری گرفتار آمده و عملش برباد رفته است و الله هیچ گونه عملی از او قبول نخواهد فرمود. اسلام آمد که فریاد توحید بلند کند. آری، فریاد توحید و یکتاپرستی و خالص کردن دین و هر گونه پرستش را فقط برای الله یکتا و پرهیز از تمامی انواع شرک، عام از کوچک و بزرگ و نهان و آشکار. پس بنده مؤمن همچنان که در حج مکلف است الله را به یکتایی بپرستد و در تمامی عبادتها و پرستشها باید چنین باشد. پس کسی که ذره‌ای از عبادت را برای غیر الله انجام دهد به الله بزرگ شریک آورده است و به خسارت آشکاری گرفتار آمده و عملش برباد رفته است و الله هیچ گونه عملی از او قبول نخواهد فرمود. اسلام آمد که فریاد توحید بلند کند. آری، فریاد توحید و یکتاپرستی و خالص کردن دین و هر گونه پرستش فقط برای الله یکتا و پرهیز از تمامی انواع شرک،
اعم از کوچک و بزرگ و نهان و آشکار. این فریاد ملکوتی اسلام در شرایطی پدید آمد که مشرکان و بتپرستان شرک را با توحید مخلوط می‌کردند، حتی در لبیک گفتند که همزمان با احرام حجشان می‌گفتند و شرک آن آشکار بود. آنها می‌گفتند لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما ملک. پروردگارا، به خدمت حاضرم، شریک نداری مگر شریکی که از آن توست و تو مالک آنی و مالک آنچه که او مالک آن است. پس آنان در تلبیه حج معبودان باطلشان را با الله سبحانه و تعالی شریک می کردند و سپس اختیار آنان را به الله می سپردند. این دقیقاً همان مفهومی است که قرآن کریم هنگام بیان احوال مشرکین درباره آن سخن گفته است. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون در سوره یوسف آیه 106. و اکثر آنان به الله ایمان نمی آورند مگر در حالی که آنان مشرکند. یعنی اگرچه آنان از طرفی ظاهراً به الله ایمان داشتند که او خالق و رازق و مدبر کائنات است، اما از سوی دیگر در عبادت با الله شریک می آوردند. آری، بت‌های بیجانی را با الله شریک می دانند که هیچ چیزی در اختیار ندارند، بت‌هایی که نمی توانند هیچ فایده و ضرری برسانند، نه به کسی چیزی بدن و نه چیزی را از کسی باز دارند، بلکه آنان چنین اختیاراتی را حتی برای خودشان دارا نیستند، چه رسد به جایی که برای دیگران کاری کنند. ابن جریر طبری از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت می کند که فرمود از ایمان مشرکان این است که اگر از آنان پرسیده شود که آسمان و زمین و کوه‌ها را چه کسی آفریده، خواهند گفت الله، در حالی که آنان مشرکند. و از اکرمه رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود هنگامی که از آنان پرسیده شود آسمان‌ها و زمین و خود آنها را چه کسی آفریده، خواهند گفت الله. این ایمانشان به الله است، ولی در عین حال غیر الله را می پرستند. و از مجاهد رحمت الله علیه روایت است که فرمود ایمان آنان این است که میگویند آفریدگار و روزی دهنده ما و آن که ما را میراند الله است. این ایمانی است که در کنار آن غیر الله را در پرستش با الله متعال شریک میکنند. و از ابن زید روایت است که فرمود هیچ کسی نیست که غیر الله را با الله بپرستد مگر اینکه به الله ایمان دارد، میداند که پروردگارش الله است و الله آفریدگار و روزی دهنده اوست، در عین حال با او شریک میتراشد، مگر این فرموده حضرت ابراهیم علیه السلام را از زبان قرآن کریم نخوانده اید که فرمود قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. آیا در آنچه می پرستید تأمل کرده اید؟ هم شما و هم نیاکان گذشته تان بدانید که آنها دشمن من هستند برخلاف پروردگار جهانیان. او می‌دانست که آنان با آنچه می پرستند پروردگار جهانیان را نیز در کنارش پرستش می کنند. فرمود که هیچ کس نیست که با الله شریک آورد مگر اینکه به الله ایمان دارد. مگر نشنیده ای که مشرکین چگونه تلبیه می خواندند؟ آنها می گفتند لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. این سخن مشرکان است که در تلبیه به جای اینکه الله سبحانه و تعالی را به یگانگی بخوانند، بت‌های خود را با او تعالی شریک قرار می‌دادند. پس مشرکان در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اقرار می‌کردند که آفریدگار، روزی دهنده و اداره کننده تمام کارهای آنان الله است. با این وجود دین را برای الله خالص نمی‌کردند، بلکه در پرستش با او شریک و همتا می‌تراشیدند از سنگ و چوب و بت‌های مختلف. الله متعال این حالت متناقض آنان را آشکار نموده و در چندین جا از قرآن کریم آن را بیان فرموده است، چنانکه
در سوره عنکبوت آیه 61 می‌فرماید: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. و اگر از ایشان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید و خورشید و ماه را رام کرده است، گویند الله، پس چگونه بیراه می روید؟ آیاتی که مؤید این معنی آمده بسیار است. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیرش می فرماید الله متعال می خواهد لا اله الا الله، یعنی هیچ معبودی جز الله شایسته پرستش نیست را نهادینه کند، چون که مشرکینی که غیر الله را با الله می پرستیدند قبول داشتند که آفریدگار آسمان ها و زمین و خورشید و ماه و رام کننده شب و روز فقط پروردگار است. اوست که آفریدگار و روزی دهنده بندگانش هست و اندازه عمر و تفاوت بین آنان و اندازه روزی و تفاوت بین آنان که بعضی دارا و بعضی تنگدست هستند همه کار اوست و هم او می‌داند که مصلحت چه کسی در چه چیزی است و اینکه چه کسی شایسته دارا بودن و چه کسی لایق تنگدست بودن است. پس خیلی واضح قبول دارند که خالق تمامی کائنات فقط اوست و تدبیر و اداره کائنات فقط در دست اوست. پس وقتی چنین است چرا غیر او پرستیده شود و چرا بر غیر او توکل گردد؟ پس چنان که او در پادشاهیش یکتا هست، در پرستش نیز باید یکتا باشد. در بسیاری از جاها الله متعال توحید الوهیت را برای کسانی بیان می کند که به توحید ربوبیت اعتراف دارند و مشرکین به این امر اعتراف داشتند، چنان که در تلبیهشان می گفتند لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما ملک. این معنی در قرآن کریم به کثرت تکرار گردیده، یعنی کفاری که منظور امان مشرکانند به توحید ربوبیت اعتراف دارند. از آنان خواسته شده که در کنار اعتراف داشتن به توحید ربوبیت واجب است که به توحید الوهیت نیز ایمان داشته باشند، یعنی الله را در پرستش یکتا بدانند و تمامی عبادتها را صرفاً و خالصاً برای او انجام دهند. لذا می‌بینیم که الله به آنان در بیان توحید ربوبیت به شکل استفهام تقریری خطاب می‌کند. پس اگر به ربوبیت او تعالی اقرار کردند، آنان را ملزم به اعتراف می‌فرماید. بنابراین باید قبول کنید که یگانه ذاتی که حقدار و شایسته پرستش است ذات یکتای خود او تعالی است. آنگاه آنان را سرزنش می کند که وقتی اعتراف دارید که آفریدگار و پروردگار فقط ذات یگانه اوست، پس چرا غیر او را در پرستش با او شریک می دانید؟ چون کسی که به یگانگی پروردگار اعتراف داشته باشد واجب است که تمامی عبادتها را فقط برای او تعالی خالص گرداند. پس مشخص گردید که صرفاً اقرار و اعتراف به اینکه خالق و رازق و نعمت دهنده و مدبر و متصرف در شؤون مخلوقات الله هست در توحید کافی نیست. تا زمانی که تمام عبادتها صرفاً برای الله خالص گردانیده نشود، این گونه توحید در روز قیامت برای نجات از عذاب الهی کافی نخواهد بود و الله توحید ربوبیت را زمانی از بندگانش خواهد پذیرفت که توحید عبادت نیز کامل باشد، یعنی هر گونه پرستش را خالص برای او انجام داده باشند. بنابراین هیچ شریک و همتایی برای او نباید بگیریم، هیچ کسی را با او نباید بخوانیم، جز بر او نباید توکل کنیم و ذره‌ای از عبادت را جز برای ذات پاک و یکتای او نباید انجام دهیم. پس چنان که ذات پاکش در آفرینش یکتاست، در پرستش نیز تنها او شایسته و مستحق پرستش است. لذا الله متعال خطاب به کسانی که با وجود دانستن این که او در آفرینش و پرستش یکتاست باز هم پرستش را برای غیر او انجام می‌دهند فرمود فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. پس برای الله شریک قرار ندهید در حالی که شما می‌دانید که او شریک ندارد.
ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می‌فرماید یعنی غیر الله را به الله شریک نیاورید، شرکایی که نه نفع میرسانند و نه ضرر، و شما میدانید که جز او پروردگار دیگری نیست که شما را روزی دهد. و این را شما خوب فهمیده اید که ذاتی که رسول گرامیش صلی الله علیه و آله و سلم شما را به سوی او میخواند ذات برحقی است که هیچ شک و تردیدی در او وجود ندارد. قتاده رحمت الله علیه میفرماید یعنی شما میدانید که خود شما و آسمانها و زمین را الله آفریده است، باز هم به او شریک میآورید. برادران و خواهران گرامی، به راستی که نعمتهای پروردگار بر امت اسلامی بسیار است و بزرگترین نعمت این که الله متعال آنان را هدایت نموده است، هدایت به سوی توحید کامل، یعنی الله را در ربوبیت و الوهیت و اسما و صفاتش یکتا دانستن و یکتا پرستیدن، و هدایت و توفیق به این که ندای توحید بلند کنند. آری، ندای توحید برای از بین بردن شرکی که دیگران اعلان می کردند. پس الله را بر نعمت توفیق و هدایت و بر احسانات دیگرش سپاس فراوان می گوییم. سپاس پاک و پربرکت، چنان که پروردگار مهربان آن را دوست دارد و می پسندد. از بارگاه الله سبحانه و تعالی استدعا می کنیم که حج حجاج بیت الله را قبول درگاه خود گرداند و به ما و شما شنوندگان عزیز و گرامی توفیق عنایت فرماید که از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت کنیم و الله سبحانه و تعالی را به یگانگی بپرستیم و با او تعالی کسی را شریک قرار ندهیم. تا فرصت دیگر در پناه حفظ پروردگار متعال باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی نیاز است. سفر حج. تهیه و تقدیم محمد انصاری. ان الحمد والنعمة لك